به نام خدا. کتاب دختر وزیر یا زیبای هزاره، نوشته لیلیاس همیلتون، ترجمه عبدالله محمدی. بخش 25. خواستگاری بازنده. چند دقیقه بعد هر دو با هم وارد سراچه شدند. چه تغییری! دیگر از آن دختر کثیف، نامرتب و شلخته خبری نبود، بلکه جایش را دخترک 17 ساله تمیز، زیبا، بلندقد و خوش‌اندام گرفته بود که با وقار تمام در مقابل محکمه، گلبگم آنجا را محکمه می‌دانست، می‌خرامید و با چنان متانتی گام برمی‌داشت که از هزاره‌ها و زندانیان و بردگان انتظار نمی‌رفت. سرمنشی به حیث میزبان، مالک فعلی دختر و صاحب منصبی در دربار امیر، آماده شد که خطاب به دختر شروع به صحبت کند. اما میر صاحب مانع شد و گفت: تو خودت گفتی که رقابت باید منصفانه و هر طرف بهترین شانس ممکن را داشته باشد. پس به عنوان خواستگار دختر میخواهم خودم اول با دختر گپ بزنم. سرمنشی لبخندی زد و سکوت اختیار کرد. میر در حالی که آرام و به مهربانی با گلبگم صحبت میکرد گفت: به گمانم که نامت گلبگم است. گلبگم مغرورانه گفت: بله، نامم گلبگم است. از من چه میخواهید؟ ارباب فعلی تو از امیر دستور یافت که 4 دختر را از زندان برای خود انتخاب کند. ایشان هم به من که دوستش هستم و همسر و فرزندی ندارم که مراقبم باشد و مورد محبتم قرار دهد، وعده یکی از شما 3 دختر را به من داد تا به حیث مونس و همسرم اختیار کنم و به خانه دور افتاده خود ببرم. دختر جواب داد: خب، این گپ ها چه ارتباطی به من دارد؟ میر با همان لحن ملایم ادامه داد: واقعیتش که تو نظر مرا جلب کرده ای. بیشتر هیچ فکر نمی کردم که کسی را بیابم که همه چیز را یک جای داشته باشد. اما من از تو بسیار خوشم آمده و قصد دارم که تو را با خود از این شهر خفه و بردگی که برای جوانی آزاد چون تو غیر قابل تحمل است، به خانه ییلاقی خود در میان تپه ها برده و آزادت کنم. دوست دارم که تو را به حیث تنها همسرم اختیار کنم و به نکاح قانونی و آبرومندانه خود درآورم. حکیم پیر اندکی نگران شد. گپ‌های میر بسیار محبت آمیزتر و بهتر از آنی بود که وی انتظارش را داشت. چنین پیشنهادی حتی برای دخترانی که در وضعیت بهتری نسبت به گلبگم قرار داشتند بسیار وسوسه انگیز می‌نمود. سرمنشی در حین نوشتن فقط لبخندی زد و چنین وانمود کرد که گویا به آنچه در اطرافش رخ می‌داد به توجه است. انتظار برای جواب گلبگم خیلی طول نکشید. با قهقهه‌ای اثر تمسخر سرش را تکان داد و گفت: باید عقلتان را از دست داده باشید، پیرمرد. مطمئنم که گپ‌هایت از سر دیوانگیت است. آیا کبوتر با عقاب، ببر با آهو و موجودی جوان و قوی و زنده با موجودی پیر و ضعیف و مرده جفتگیری میکند؟ آقا، من تنها روی 17 تابستان را به خود دیدم. شما کمتر از 70 را پشت سر نگذاشته اید. رویتان پیر، فرتود و پرچین است و حال باید نوه‌هایی داشته باشید که در مقایسه با شما شوی مناسبتری برای من می شوند. به من نگاه کنید، در مقایسه با شما یک بچه و حتی یک نوزاد به حساب می روم. قهقهه‌ای که سرداد، استهزاها و بی‌اعتنایی‌هایی که کرد، تمام حرکاتش حاکی از تمسخر بود. حکیم با سختی تلاش می‌کرد که خوشنودی و رضایتش را از وضعیت موجود در چهرهش پنهان کند. سرمنشی بیشتر از این که خوشحال باشد متعجب شده و سرش را از روی کاغذ بلند کرده بود. میر خشمگین و با عصبانیت گفت: با این گپ هایی که از دهان تو خارج می شود خودت باید دیوانه باشی. تو چیزی را رد می کنی که نصف دخترانی که با تو از سرزمینت آمدند 10 سال از عمرشان را نوکری می کنند تا به آن برسند. گپ های به معنا می زنی. آزادی و ازدواج آبرومند با کسی که خدمتگزار خداوند است، با ملایی که خودش را وقف دعا و روزه کرده. میفهمی که چی میگویم دختر؟ یک ملا. گلبگم باز با همان لحن تمسخرآمیز ادامه داد: مقصدتان را میفهمم ملا جان و خوبی مقصدتان را متوجه میشوم. شما که 70 سال دارید و برای ازدواج با مادرکلان پیرم یا حتی مادرش که 50 سال پیش مرده مناسب ترید.
قصد دارید مرا به نکاح خود درآورید که 17 سال بیشتر ندارم. گذشته از این طوری گپ میزنید که گویی کار درست و شایسته‌ای میکنید. ملا جان، من هیچ تقوا و پرهیزگاری در تو نمیبینم. من در برابرم چیزی جز پیرمردی بدرفتار و گناهکار، یک پیر بی‌حیا و پست با صورت پرچین و دندانهای لق و موهای رنگ کرده نمیبینم. با خنده دیوانه‌وار به عقب رفت و ادامه داد: من در این کار هیچ قداست و تقوا نمی بینم. این گناهی است که در بین بسیاری از کسانی که پیر شدند و از کار افتادند معمول شده و دختر جوانی را که سرشار از زندگی، نشاط و توان زندگی است به نکاح خود در می آورند تا بتوانند لااقل یک بار دیگر خوشی زندگی را تجربه کنند. از اینجا برو پیرمرد، پیشنهادت به هیچ وجه برایم جذاب نیست. تمایلی ندارم که چه به صورت شرعی و چه غیر شرعی به نکاح مردی درآیم. دوست ندارم آزاد باشم مگر اینکه در خانه کوهستانی خودم باشم. دوست ندارم که به جز پدرم حامی هیچ پیرمرد دیگری باشم. برو و دختر دیگری برای خود پیدا کن. یکی از همان خیلی هایی که حاضرند 10 سال از عمرشان را نوکری کنند تا پیشنهادی که به من دادی را قبول کنند، چون من هرگز این کار را نمی کنم. میر از سر جایش برخاست و عزم آن کرد که بر بازوی دخترک چنگ اندازد، ولی سرمنشی مداخله کرد و در گوشش گفت: هر رقم که دلت باشد می توانی ترغیبش کنی و هر پیشنهادی خواستی بدهی، اما نمی توانی سرش زور بگویی. یادت باشد که قرارمان بر همین بود. پیرمرد دوباره نشست. اکنون پیرتر به نظر می رسید، لیکن دختر همچنان صاف، محکم و بدون ترس ایستاده بود. میر دوباره، اما این بار با لحنی شدید ادامه داد: گوش کن. تا حال با مهربانی و با لطف با تو گپ زدم و طوری رفتار کردم که گویی حق انتخاب داری، اما بدان که تمام مخالفت‌هایت بیفایده است. شاید سنم از سر تو بسیار بیشتر و دلت به شوی جوانتری باشد، ولی دختر خوبم، متوجه هستی که تو دیگر مثل خانه سابقت آزاد نیستی. تو دیگر دختر بد پدر و مادری نیستی که بسیار نازدانت کردند. دیگر اختیار خود را نداری که هر کاری دلت باشد انجام بدهی. حال یک اسیر هستی، دختر یک شورشی، کسی که با حکم پادشاهت قانوناً به بردگی در آمدی. دختر آهی کشید و بی اختیار اشک از چشمانش سرازیر شد. این جملات چیزهایی را به یادش آورد که از دستشان داده بود. وضعیت فعلیش را به یادش آورد. با این وجود تمرکز و حضور ذهنش را حفظ کرد و با لحن آرامتری گفت: چیزی که میگویید صحیح است و من یک اسیر جنگی و برده‌ام، اما برده شما نیستم. ارباب من آنجاست. و به دنبال آن و جای اشاره کرد که سرمنشی چون ناظر منفعل اما مشتاق در آنجا نشسته بود. او با دستوری از سوی امیر به زندان آمد و به خاطر آن دستور مجبور شدم که مادرم را ترک کنم و با او به این خانه بیایم. من تحفه رایگان از طرف امیر به او هستم تا برده‌اش باشم و اوامرش را اجرا کنم، برایش کار کنم و حتی اگر لازم باشد برای خدمتش بمیرم، لیکن برای تو کاری نمیتوانم کنم. آرام راحت را بگیر و به سوی گورت برو و بگذار من هم به همین احوال بردگیم سر کنم. چرا باید اینجا بنشینیم و به خود وقت خود را ضایع کنیم؟ من و تو هیچ اشتراکی و کاری نداریم که انجام دهیم. سپس برگشت، گویی که قصد رفتن دارد. میر با صدای بلند و با لحنی آمرانه گفت: دختر، همانجا بمان. چی میگویی؟ میگویی که ما با هم هیچ اشتراکی و کاری نداریم که با هم انجام دهیم؟ گویا هنوز هم موقعیت خود را خوب نفهمیدی. معنی برده بودن که از آن اطلاعی نداری این است که اربابت اختیارت را دارد. اربابت اختیار دارد تو را نگه دارد، یا رد کند، یا بکشد، یا بفروشد. میفهمی؟ معنی این گپ را میفهمی زنه که دیوانه؟ یعنی تو همان قدر مال او هستی که این صندلی از آن اوست و همان قدر مال من خواهی بود که این عصا از آن من است. و همانطور که سخن میگفت، عصای خمیده‌اش را که در پیاده روی‌های طولانیش در کوهستان تکیه‌گاهش بود از روی تمسخر و تهدید پرتاب کرد. دختر خم شد و آن را برداشت. برقی در چشمان حکیم پیر نمایان شد. بعد از تمام این ماجرا دختر هنوز نقشش را خوب بازی میکرد و پیرمرد ترس آن داشت که تسلیمش نشود. گلبگم گفت: حال به من گوش کن پیرمرد. من یک برده، یک زندانی و جزء مایملک اربابم هستم، اما هیچ با میز و عصایی که مرا با آنها مقایسه کردی شباهت ندارم.
من یک کالا و دارایی زنده هستم. نفس میکشم. دارایی که نمیتوان بدون قیل و قال و جنجال و کاری واداشتش یا با خود برد. دارایی که عقل دارد، قدرت دارد، میداند که چطور از عقل و قدرتش استفاده کند و تا زمانی که نفس داشته باشد از آنها استفاده خواهد کرد. پیش قانون و بالاترین ملاها می روم تا معلوم شود صاحب واقعی و اصلی من، یعنی امیر صاحب که ارباب فعلیم هست، اجازه یا قدرت آن را دارد که مرا به نکاح پیرمردی درآورد که 5 سال هم از عمرش باقی نمانده است، آن هم مردی که حاضر نیستم به حیث شوی بپذیرمش. آقا حق دارد که از من انتظار خدمت داشته باشد و من هم ناگزیرم که از او اطاعت کنم و این کار را هم میکنم، لیکن او حق ندارد که مرا به نکاح کسی دیگری درآورد. این کار نه کار شریعت ماست و نه کار قانون. پدرم بارها این نکته را برای معلوم ساخته و در این باره اطلاعات زیادی هم دارم. پس گوش کن پیرمرد، من به خواسته ها و هواهای نفسانی و بیشرمی های تو تن نمی دهم و با تو به هیچ جای نمی روم. میر با طعنه و حالتی پیروزمندانه جواب داد: باز فراموش کردی که یک برده‌ای. به نظر می رسد که پدرت از روی بیعقلی حقوق یک زن آزاد را برایت تعلیم داده، اما در مورد قوانین مربوط به یک برده هیچ برایت معلومات نداده است. احتمالاً فکر نمی کرده که روزی در این موقعیت قرار بگیری. برای یک برده هیچ قوانین یا حقوق و اراده به جز مال اربابش وجود ندارد. حال متوجه شدی دختر؟ سپس تقریباً با نجوا اضافه کرد: تو از حوزه حمایت قانون خارج هستی، چون دختر یک رعیت شورشی هستی که بر علیه پادشاهش اعلان جنگ کرده. گلبیگم با فریاد تلخ گفت: خدای من! و همانطور که به پای اربابش میافتاد التماس کنان پرسید: آقا واقعا این طور است؟ حالت دختر و ناامیدی مطلقش حتی دل سنگ را آب میکرد. سرمنشی که تحت تاثیر قرار گرفته نگاه میر را روی خود احساس کرد و متوجه شد که او منتظر کوچکترین عذر برای انصراف از جانب اوست. به همین خاطر آرام جواب داد: چیزی که میر صاحب میگوید تقریبا صحیح است. گلبیگم با ناامیدی رو به حکیم کرد. میر فاتحانه از پنجره بیرون را نگاه میکرد و متوجه اشاره پنهانی حکیم که با مشت گره کرده به میر اشاره میکرد نشد. همین اشاره کوچک برای گلبیگم کافی بود. شجاعتش را باز یافت و سخن حکیم را به یاد آورد. فقط قوی باش، به او دست نزن تا وقتی که او به تو دست بزند و وقتی این کار را کرد با تمام توان مبارزه و مقاومت کن. جیغ بزن، فریاد بکش، لط و کوبش کن، ناخن بکش، تقلا کن. اگر این کارها را کنی محال است که آقا اجازه دهد تو را با خود ببرد. آن وقت یا تو را پس به زندان میفرستند یا برای خود نگه می‌دارد. گلبیگم دوباره دست به تلاش پایانی زد و برخاست و با آهی گفت: افسوس که وقتی آقایم چنین میگوید بس گفته‌ات صحیح است. حال به جز مرگ و تو هیچ انتخاب دیگری ندارم، لیکن مرگ را ترجیح میدم و در برابر تو تا آخرین نفس مقاومت میکنم. اگر خودت یا یکی از افرادت بخواهند به نزدیکم بیایند با همین عصا میزنمش، همین عصایی که مال خودت و تکیهگاه پاهای لرزانت است. اگر هم بتوانی مرا از این خانه بیرون ببری، از اولین سرک تیر نشده چنان لط و کوبت کنم که بدن چروکیدت هیچ وقت بهبود نیابد. حال پوستت پرچین و جمع شده، اما وقتی که کارم با تو تمام شد دیگه آن طور نخواهد بود. وقتی کارم با تو تمام شد دیگر گوشت و پوستی و استخوان‌های چسبیده نخواهد بود. شاید همان موقع فکر کنی جوان و چاق شده ای. باز به طرزی دیوانه‌وار خندید، تقریباً ترسناک. خشم و نفرت نژادش در تک تک کلماتش آشکار بود. نه، آن موقع یک مشت مردار خواهی بود، یک جسد آلماس کرده رنگ رنگ که هیچ شباهتی به انسان نخواهد داشت. میر گویی که میخواهد سخنی بگوید حرکتی کرد و به عصایش اشاره کرد که گرفتار بازی در دستان دخترک شده بود. فکر میکنی که با غلام‌ها و شاید دوستان پیر و بیچارت میتوانی این صلاح را از دستم بگیری و مرا به دفاع بگذاری؟ و خیالت که ترسیدم؟ حتی ذره نه از تو و نه از آنها نمیترسم. جرأت داری یک بار دست کثیفت را به من بزن، آنگاه خواهی دید که با آن چی میکنم.
دانه دانه ریش‌های فریب‌آمیز و رنگ شده‌ات را میکنم. بله، تو هم میتوانی مرا لطو کنی. اما مطمئن باش که رهایت نخواهم کرد تا وقتی که جنازه‌ات را همینجا رها کنم. فکر کردی که به دست آوردن آغوش من کاری راحتی است؟ باید بدانی که ازدواج با یک گربه وحشی چه رقم است. وقتی بدن نحیف و پیر و رو به مرگت را به خشم بدن جوان و قوی اندام من بسپاری، چه اتفاقی برایش میافتد؟ بیا دیگر، دوست داری یک بار امتحان کنی؟ بیا و امتحان کن. سپس قهقهه‌ای سر داد و عصا را در برابر پیرمرد پیش پایش انداخت. میبینی؟ عصایت را هم برای خودت پس میندازم. نمیخواهم خیلی بترسانمت. بیا و مرا با سینه چروکیده و پیرت در بغل بگیر. بیا دیگر. میبینی که مسلح نیستم، لیکن مراقب باش. برایت میگویم که مراقب باش. برایت هشدار دادم. بگذارید پیرمرد بیاید و امتحان کند. شاهد باشید که ایستادم و انتظارش را میکشم. اما پیرمرد علیرغم دعوتی که از او شده بود از جایش بلند نشد. به جای آن رو به سرمنشی کرد و گویی که کشف بزرگی کرده باشد لبخندی زد. بعد با نجوایی که تنها برای افراد داخل اتاق قابل شنیدن بود گفت: میبینم که این دختر یک دیوانه است. اختیار تهدیدها و کارهای عجیبش را ندارد. همین دلیل آن است که در این مدت طولانی با وجود ظاهر زیبایش کسی او را انتخاب نکرده. مجنون است. میدانی با او باید چه کار کنی؟ باید پس به زندان بفرستیش. برایت میگویم که نگه داشتن چنین دیوانه‌ای در اینجا و در بین زن و بچه هایت اصلا کار درست و امنی نیست. ممکن است که زن خودت را هم بترساند. هیچ کس نمیتواند بگوید که عواقب کار چیست، و خصوص با شرایط حال. به نصیحتم خوب گوش کن و او را از اینجا بفرست. تنها کاری است که میتوانی کنی. دخترک بسیار خطرناک است. سرمنشی فقط تبسم می‌زد و از میر صاحب پرسید که آیا راضی شده دخترک را رها کند و کاری به کارش نداشته باشد یا نه. میر در حالی که برمیگشت و رو به دختر میکرد گفت: رهایش کنم؟ فکر میکنی که من یک ماده ببر را به خانه‌ام میبرم و این دختر دیوانه را به زنی میگیرم؟ البته که رهایش میکنم و کاری به کارش ندارم. به هیچ قیمتی او را با خود نمیبرم، حتی اگر تحفه‌ای رایگان به حیث پسترین برده هم باشد. برو دختر، برو. تو یک زن نیستی، بلکه یک حیوان هستی، یک وحشی هستی. میشنوی چی میگویم؟ برو. دختر خطاب به تنها اربابی که ظاهراً به رسمیت میشناختش با لحنی که به گوش همگی تازگی داشت گفت: اجازه هست بروم؟ این لحن آرام و مؤدبانه را همیشه برای آرام کردن پدرش به کار می‌برد. الان هم همان لحن را داشت. انگار نه انگار که لحظاتی پیش درونش را طوفانی فرا گرفته و خشم‌آلودترین و سرکشترین احساساتش را آشکار ساخته بود. سرمنشی با جدیت گفت: بله، برو و خودت را مشغول کن و مراقب باش که دیگر شکایتی از تو نشنوم. یادت باشد که الان فقط آبروی خودت را بردی. تو برای مدت کمی اینجا هستی تا امتحانت کنی. لیکن اون نیز به هر حال یک انسان بود و اگرچه به خاطر منصبش اجازه ابراز خوشنودیش را به خود نمیداد، اما ناظر نکته‌بین بود و دقیق میتوانست چیزی متفاوت را هرچند کوچک در ظاهر بی‌تفاوتش احساس کند. آن موجود خشمگین، زیبا، قوی و با شکوه میتوانست همچون کبوتری آرام و مهربان باشد و او مردی بود که میتوانست آن را رام کند.